یک لحظه بیننده عزیز، من تو یک سوال دارم. آخرین بار که گوشت استفاده کردی کی بود؟ در یک هفته چند بار گوشت استفاده میکنی؟ شاید 3 بار یا 4 بار و شاید هم هر شب گوشت استفاده کنی. ولی در افغانستان متاسفانه ما کسایی را داریم، فامیلایی را داریم که 1 سال شده است که از این پارچه گوشت استفاده نکردن. باورتون نمیشه؟ کلیپ ببینید. آخرین بار که گوشت خوردیم کی بوده؟ نه اونم گوشت خوردم مردم خیرات دادن. چه وقت پیش بوده؟ گوشت که کس برات داده؟ او دایی قربان داده. 1 سال پیش. و این داستان در اینجا ختم نمیشه. ما کسایی را داریم که متاسفانه حتی 2 سال میشه که بوی گوشت به دماغشان نرسیده است. این کلیپ ببیننده باشید. آخرین دفعه که گوشت خوردی چه وقت بود؟ چند ماه پیش گوشت خوردی؟ 3 سال میشه. و متاسفانه یک تعداد دوستای ما میگه من فقط این پارچه های گوشت در دکان قصابی دیدیم. آخرین بار که شما گوشت خوردین کی بوده یادتون است؟ یاره دیگه گوشت دیگه تقریبا کمی چی شده دیگه گوشت بچه‌ش در دکان دیدیم خوردن نخوردن. قسمی که شما در این کلیپ دیدین بودن بیشترین از فامیلا که این گوشت فقط در حلقه های قصابی دیده بودن. پروردگار قبل از اینکه خون حیوان به زمین بریزه این در پرونده نامه اعمالتان نوشته میکنه. مفهوم حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. بنابراین دوستایی که خارج از کشور زندگی میکنن اگر اونا نمیتونن که در اونجا ذبیحه خود اجرا کنن یا قربانی کنن یا نمیتونن که با مستحقینش توزیع کنن، بهترین گزینه ان شاء الله بنیاد قمر است که ما پل ارتباطی میان شمایی فقرا خود بودیم و مطابق با میلتان ان شاء الله این ذبیحه ها را آن طوری که شریعت تایید میکنه ذبح میکنیم و پروردگار جهانیان در پرونده نامه اعمالتان نوشته است.